حضرت عمر میگوید ابوبکر در بیرون کوچه دیدم با این قدر غیرت شمشیر کشیده است، میگوید کسی گوید محمد مرد است قسم به خدا با این شمشیر سرش جدا میکنم، محمد نمرده. این حالت میگوید مشاهده کردم و دیدم که مسلمان ها رو 70 نشوند بیرون خانه شدم. تمام مسلمان ها را جمع کردم، گفتم ای مردم مسلمان، کسی که تا امروز محمد را عبادت میکرد محمد مرد، لیکن کسی که خدا را عبادت میکرد خداوند هرگز نمیمرد. اگر چند میگوید زبانم نمیگشت که حتی گویم رسول اکرم مرد، همین به خدا قسم زبانم گفته نمیتوانید. لیکن برای روحیه مردم مسلمان شکسته نشود، برای مردم اعلام کرد.